سلام به روی ماهتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. آموزش بافت این گوشواره هندوانه‌ای رو داریم مناسب شب یلدا. خیلی خیلی ساده بافته میشه. برای بافتش من از کانوای بهاران سبز و سفید و قرمز، یک مقداری هم مشکی برای زدن تخم‌های هندوانه استفاده میکنم. این قلاب ها گیره ها رو هم میتونید از خرازی تهیه کنید. میکنم در حدود جفتی 1500 الی 2000 تومان باشه. من اینا رو قبلا از دیجیکالا خرید کردم، اونجا هم میتونید سفارش بدید. میتونید همین کانوای بهارانتون رو به صورت دولا استفاده کنید و هم فقط از یک لایه کانوا استفاده کنید. من قبلا از یک لایه این کانوا برای لنگه گوشواره استفاده کردم، الان از لایه دیگهش برای لنگه دوم گوشوارم استفاده میکنم. خب برای شروع بافتم من میام اول یه حلقه جادویی ایجاد میکنم. 3 تا زنجیره برای شروع رج میزنم که خودش یک پای بلند محسوب میشه. داخل حلقه رو میتونید با 13 تا پای بلند پر کنید. یه دونه پای بلند که زدیم یعنی 3 تا زنجیرم که یک پای بلند بود، 13 تا پای بلند دیگه هم داخل حلقه میزنم. در کل میشه 14 تا پایه. اگه نمیخواید گوشوارتون ظریف باشه میتونید از دلای کانوای بهاران استفاده کنید. از هر کانوای دیگه هم میتونید برای بافتتون استفاده کنید. 4 تا پایه تا الان شد. 5. همینطور ادامه میدید و داخل حلقتون رو با 14 تا پایه پر میکنید. بعد از اینکه 14 تا پایتون رو زدید، نخ حلقه جادویی رو میکشید و جمعش میکنید. به این شکل ابتدا و انتهای پایه ها رو به سومین زنجیره شروع رجمون میایم بخیه نامرئی میزنیم. خب برای رج دوم من میام روی هر کدوم از این پای بلندایی که بافتم روی هر کدومشون 2 تا پای کوتاه میزنم. از پایه اول شروع میکنم و 2 تا پایه رو یک جا میبافم. دوباره میرم سراغ پایه بعدی، 2 تا پای کوتاه رو یک جا میزنم. یعنی رج قبل من 14 تا پای بلند داشتم، این رج تعداد پایه ها میشه 28 تا. همینطور دور تا دور ادامه میدیم تا تعداد پایه هامون به 28 تا برسه. رج اول با پای بلند بافته شد، رج دوم با پای کوتاه. بعد از اینکه 24 تا پایه رو بافتم میام روی اولین پایه قلاب رو داخل میکنم، نخ قرمزمو میذارم کنار و حالا با کانوا بهاران سفید از یک لایش استفاده میکنم برای رج بعد. پس رج اول رو با 14 تا پای بلند پر کردم داخل حلقه رو. رج دوم روی هر کدوم از پایه های رج اول 2 تا پای کوتاه زدم، پایه هام شد 28 تا. الان نخ سفیدم رو سر نخ رو زیر باف قرار میدم، از داخل این پایه بیرون میکشم و همینطور حلقه‌ای که روی قلاب داشتم. خب حالا این رجم میام روی هر کدوم از پایه های رج دومم یک پای کوتاه میزنم. روی هر کدوم فقط یک پای کوتاه. یعنی این رج هم فقط همون 28 پایه رو دارم. روی پایه بعد یک پای کوتاه، پایه بعد یک پای کوتاه. دور تا دور به همین شکل ادامه بدیم. این رجم بافتم، یک دور پای کوتاه زدم، نخم رو قطع میکنم. حالا میام با کانوای سبز از یک لاش استفاده میکنم، قلاب رو داخل اولین پایه میکنم، نخ سبز رو میگیرم و از داخل حلقه‌ای که روی قلاب داشتم بیرون میکشم. یه بار تکرار میکنم، قلاب رو داخل اولین پایه میکنم، نخ سبز رو میگیرم و از داخل حلقه روی قلابم بیرون میکشم. بعد سر نخ رو از پشت کارتون به هم گره میزنید که بافتتون شکافته نشه. خب بعد از این من میام دوباره روی هر کدوم از پایه های سفیدی که دارم روی هر کدومشون یک پای کوتاه میزنم. افزایش پایه ندارم، دور تا دور فقط روی هر کدوم از پایه های سفیدم که همون 28 تا پایه هم بود روی هر کدوم یک پای کوتاه میزنم.
دور تا دور رو به همین شکل ادامه میدیم. خب رج آخر بافتم به این شکل در اومد. چون من از رج دومی که بافتم به اون بر، یعنی رج سفید و سبزی که افزایش پایه نداشتم، یک مقدار بافتم گود میشه و اون طبیعیه. از این زاویه هم نگاه کنید به این شکل در میاد. خب وقتی که بافتتون تموم شد، میام از کانوام به صورت همون دلاری که هست استفاده میکنم، تای نخ رو گره میزنم و به کمک سوزن میخوام دونه های همون تخمه های هندوانه رو بزنم. از پشت کارم از رجی که با پای کوتاه قرمز بافته بودم سوزن رو داخل میکنم. خیلی نختون رو نکشید، یعنی بعد از اینکه به گره رسیدید دیگه نخ رو دیگه خیلی نکشید که گره بزنه بیرون. بعد از پای بلند بالای جایی که سوزن رو داخل کردین دوباره سوزن رو میدید به پشت کارتون و این طرف از دلای کانوایی که گره زده بودید سوزنتون رو رد میکنید که سر نختون بیرون نزنه. به این شکل شد. دوباره یه دونه 2 تا پای فاصله میندازید و دونه دوم رو میزنید. دور تا دور به همون شکل ادامه میدید و حدود 6 الی 8 تا کوک مشکی میزنید به عنوان تخمه های هندوانه. بعد از اینکه دور تا دور تخمه ها رو زدید سوزن رو میدید پشت کار و دوباره اینجا سر نختون رو محکم میکنید. یکی 2 تا گره میزنید و بعد نخ مشکی رو قطع میکنید. خب بعد از اینکه این کارمون تموم شد میام با همون کانوای سبزی که هنوز قطعش نکرده بودم سر نخ رو کامل میدیم تو، اینو دودلش میکنم و میام دور تا دور کارمو با بستی همون بخیه نامرئی به هم وصل میکنم. خب از داخل یه دونه حلقه از این طرف بافتم میگیرم، یه دونه هم از این طرف. 2 به 2 پایه هایی رو به روی همون وصل میکنیم به هم. یک بار دیگه نشون میدم. یک حلقه از این دبه بافت و یه حلقه هم از اون سمت میگیرم و بخیه نامرئی. دوباره از پایه بعدی یه حلقه از این طرف، یه دونه هم از این سمت میگیرم و یک بخیه نامرئی. به همین شکل تا آخرین پایه ادامه میدم و 2 لبه رو به هم وصل میکنم. نقطه اتصالمون هم به این شکل در میاد. همینطور ادامه بدین. وقتی تا آخرین پایه رو به هم وصل کردید به این شکل میشه. یه دونه زنجیره میزنیم و نخمون رو قطع میکنیم. بافت کور میکنیم و سر نخمون رو پینه از داخل میکشیم توی بافت. دقت کنید من قلاب رو داخل کردم و سر نخ سبزم رو گرفتم و کشیدم داخل. یه بار دیگه این کار تکرار میکنم و بقیه سر نخ رو میکشم داخل. اضافه‌ش هم دیگه قطع میکنم. خب به این شکل شد. حالا میام این پایه همون گیره گوشواره رو این انتهاشو با دنباریک یا حالا انبر دست باز میکنم. یک مقدار بازش میکنم. اینا یه حلقه های کوچیکی هم دارن. میتونید اول حلقه رو بندازید داخل این قلاب و بعد این حلقه رو به بافتتون وصل کنید. اگه نخواستید از این حلقه استفاده کنید، حالا کاری که من اینجا کردم مستقیم پایه رو وصل کردم به گوشواره. میایین این کارو میکنیم. بعد از اینکه این انتها رو باز کردین میکنید داخل بافت به این شکل و دوباره با دنباریکی انبر دست این قلاب رو محکم میکنید، میبندیدش و تمام. خیلی راحت میتونید این گوشواره ها رو ببافید در عرض 10 دقیقه با کمترین هزینه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و مورد پسندتون قرار گرفته باشه.